بلک فرایدی امسال چی بود؟ یه نمایش کثیف با یه فریب بزرگ. نه احترام داشت، نه منطق، نه وجدان. فروشگاه‌ها از روزهای قبل این نقشه‌ها رو کشیده بودن. قیمت‌ها رو الکی باد کرده بودن و یک دفعه شب بلک فرایدی شدن ناجی اقتصاد ایران. گفتن بیایید امشب وقتی همه خوابن 2 بامداد یک شبه قرار ثروتمند بشید و محصول 200 میلیون تومانی رو فقط با 20 میلیون تومان بخرید. هیچ کس حاضر نشد بگه آقا این اعداد از کجا اومده. هیچ کس حاضر نشد بگه این تخفیف‌ها حتی توی آمریکا و اروپا و جهنم هم اتفاق نمیفته. فقط شما با بی‌شرمی هر چی تموم مردم از 12 صبح تا 7 صبح تا مرز خستگی کشوندید. این اسمش مارکتینگ نیست. این اسمش تخفیف نیست. این اسمش شکار جمعی مردمه. و اون اینفلوئنسرهایی که با همین اعتماد مردم شهرت پیدا کردن و معروف شدن، یک شبه شدن بلندگوی رسمی فریب. پول گرفتن، دروغ رو پمپاژ کردن و مردم رو فرستادن سمت فروشگاهایی که حتی محصولاتشون هم واقعی نبود. و نتیجه چی شد؟ هیچ کس ارزون نخرید، هیچ کسی هم سود نکرد، فقط این مردم بودن که خوردن زمین. ولی شما جیبتون رو پر پول کردید. شما فعالان فروشگاه اینترنتی هر سال اعتماد مردم رو خدشه‌دار میکنید، اونم با گفتن تخفیف‌های عجیب، قیمت‌های ارزان. و هر سال خیلیاتون ثابت میکنید که برای فروش نه اخلاق لازمه، نه احترام و نه علم مارکتینگ. بازاری که روی دروغ ساخته شده باشه خیلی زود هم خودش میریزه و هم مردمی که الکی بهش تکیه کردن. و این وسط یاد مردی میافتیم که سالها برای بازاریابی این کشور جنگید، اما انگار گوش‌ها ناشنوا شدن. روحت شاد دکتر احمد روستا.